یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش دیگه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همین هر بیگه ای کار خستش که میامده که زنش سر میکرده نه آتش وقتش رو بسید 5 تا بس بسید زن قوت از تولد کرن کشم نگیره کنم چکار میکنی 15 نفر پولی دفتر نوشته قلم کتاب مردک هر روز میاد همین گپا میشنه دلگیر شده است یک اهمیت داده که خانه همسایه با یک زن شوهر ندارد گفته هوای من زن دوم نیکو کرده میگیرم ای غروری زن خرید گره خوش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز سیزن نکنید زن بود بین کرده رفته همه نیکو کرده با خانه شما زنک من یک ماه کمک رفته میرم پامال به خدا رفته است یک ماه پس اومده دور صورت زنک بازی کازن پالاجه ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه با همه گفته رفته ما شاشو دا فکر کرده با همه پوچ نیده فکر کرده استودی زنک بالا کو شما بالا کو خیلی فهمیده رفته مردک چی کار میخواد شما چی پرابلم داره اینی چه گپ زنیته یک خانم برو وردیم اگر کدوم مردک دو زن داشته باشه یک زن شد بعد چی هم شما که کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال حیات من که من میکشی 10 تا گلک سگره میموند 12 تا چیکار میکنی دیگه از خیلی گپ نیست زن گفته گوش کن من نغمام دا همون تو فهمیدم یک بار دیگه اثر دیوال پر با کازر نبراو و دختر همسایه کش پیش من بیو پرامی من نشد دیگه این مرداش تو فهمیدن بود من بر وقت فهمیدم تو خاطر گشتم خاطر گذر کن تیز رو مردا خودشون دویده رفته است اونجا بودم کشی خونه همسایه این زنش داد رو باز میبینه نیم ساعت یک ساعت اشو درک نیست 3 ساعت اشو درک نیست تا بیو ببینم که چیکار خدیر کرد بیچاره زنک ساعت 2 شب واسه دیول پاره گذاشت خانه تا که جیم یگم کس نکشته یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان موندگی بود بالا موندگی بود شوهر منم بالا هر جا باشد در بالای بوم کشته است میرسون نفهمم گفته بیا ببینم بچه‌ش رو بخونم بعد جیگرم تر شود گفته زور زده بالای بوم برو اومده بیند که حقیقتا یک شوهرش زن دیگه کشته است اونجا کشته است تو ای میگویی بزه کشته است تاجیکی یا نامزن بیلو عشق شرط بویسو بیسی او تو شکر نمیزن شما الان که فهم تو چیکار رسول اونجا این زمان دیده پیر خری شد بریزه 6 ماه گم بدی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی به بیره کشی تو یک مرده که دیگر ریش ریستونه که زنش در اومده هم مرده کنجی بود هم کنجی از چی باریش میگیریم؟ خریش میگیریم از چی باید 3 بار شد گفته این روز میگیریم او خیلی گرفتم نه شما یکان بالا داره یکان اویمی نو یفتگی نه آخی چی کب رئیس ما گفت که ای پگارش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیستان گفته باشد دردی بخیر مایلش گیرید نیک خدا نکنه یکان اویمی گفته باشد بنزین کردی گفته پشر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگاه فکر کنی موضوع خونه رو هنوزم به چی فهمونم که ای باورش نبرم مثلا خیالم نکردم یا اون اوی من نیفتم نگاهش دگل کردی جگر او خوردگی بای با بگه خونه با اومدش تک زنش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونست که میبخشه من از درش ملایم خلوق یا روز خوراک من 2 روز دیگه فراموش میکنه تو زنگر هم گفت که خودم باشه با جنگ ده خوبش اكو ای بالا هزار تا کن نه زنک جون من خود نمیخورم این زنی تاجیک چه شما به بالایش نگرفته خالی کدام زنک رفته سیر کرده رای کرده